نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل بینندگان شبکه کلید اسرار. با شما هستیم صدای امید، برادرتان. راستی برادرای عزیز، امروز در حیات خودم یک واقعه رخ داد که بسیار گریانم کرد. بسیار غمگین شدم. من نمیدونستم که هست شخصیت هایی که در حق من کارا را میکردن من بخبر بودم چی کارها باشد. میخواهم که همین واقعه که امروز در حیات خودم رخ داد بهر هر یک شما برسانم. امروز به سرتراشخانه رفته بودم برای موی سر را گرفتن. موی سر ما گرفته ایستاده بودم. 4 جوان دیگر در همونجا نشسته بودند. مرا ندیده بودند و نمیشناختند. یک جوان دیگر داخل شد و در نزدشان نشست. دوستش پرسید، گفت برادر اینترنت تو چگونه کار میکند؟ گفت اینترنت من خیلی فعال است. هر شب 20 تومانی میگیرد اما خیلی فعال است. گفت لیکن داخل میشم در اینترنت 2 شخصیت بسیار تماشا میکنم. یکی بابای حاجی میرزا هست، گفت دیگر صدای امید گفتن یک جوانی هست. قسم به خدا همین 2 شخصیت گوش میکنم، بسیار گریه میکنم. و از روزی که همین صدای امید را من تماشا میکنم و گوش میکنم و الله که حیات خدمت دیگرگون کرده هستم، بسیار در کارهای بد بودم. از کارهای بد گشتم که یک سخن گفته بود در یک ثبتش که خداوند دلگیر و سختگیر است، خدا به بد مهلت میتیه. میگه همین سخن وقتی که هر کاری در میرفتم میشنیدم در یادم میزد، میترسیدم از همون کار برمیگشتم. الحمدلله از روزی که همین جوان تماشا میکنم، نماز ما 5 وقت میخونم، حیات خدمت دیگرگون کرده هستم. هر روزی که ثبت میپرتوید در خانه با عائله خود میمانیم و تماشا میکنیم. میدونیم که یک چی برای ما فایده ای هست. نمیدوند که ما در همونجا نشسته هستم. قسم به خدا درونم از گریه جوش زد. من میندار هستم از همه شخصیت هایی که من باور که نمیدونستم که بدیم برادرایی که در نبودن من را تعریف میکردین در نزد رفیقانشان، دوستانشان و پشتیبانی از من میکردین. مینداریخ من به همتون میرسونم. من خاک پای شما نمیشم برادری جان. راستی باز گفت همین صدای امید، گفت همین وحدت آمدگی. سوال و جواب های خیلی خوب کرده، همین وحدت آمدگی. اما خودم از وحدت هستم نمیدوند بیچاره مرا. میگه آرزوی من همین است که یک بار با همین جوان وا بخورم، یک بار از نزدیک همین جوان ببینم. میگه من در همونجا نشسته گوش داشتم. باور کنین خیلی گریه کردیم. و یک جوان دیگر گفت اونها همه بلاگر هستن، اونها همه برای سوم هستن، اونها یک هر سخنهای ناجایز زدک. الله هدایت کنه. و هم برادری ما از ما خفا نمیشیم از یگان کسی که دشنام میتید، کسی که تعریف میکند. از همتون میندار هستیم. ما از یگان تا شما نمیرنجیم انشاءالله. راستی از پشت ما با همون جوان با همون دوست خودش قریب جنگ بکنه. گفت برادری عزیز تو نمیدونی در حق شخصی یگام چیز نگو. چگونه باشد نباشد، پول کار میکند، چیزی باشد نباشد، باید را سخنهای زیباش تماشا کن، سخنهای زیباش گوش بکن. برای من قسم خورده است. میگه و الله میگه از همون روزی که من می جوان تماشا میکنم، میگه حیات خدمت دیگرگون کرده هستم. در خانه خود با عائله هم تماشا میکنم. میگه هر روز بسیار سخنهای زیبا زد. گفت بسیار خیلی با کارهایی کرده است. مثال آزمون قاریا کرده است و دیگر ان شاء الله که بخیر است. میندار هستیم از این برادر و از کلی برادرانی که در نزد دوستانشان از ما پشتیبانی میکنند و ما رو تعریف میکنند. خداوند نگهبانتان باشه برادرای عزیز. برای من خدا کی بدن مرا بدونه برای ما بسنده برادر جان. با گپ مردم کاری ندارم که میگن حرام خور است، دوز است،
زینا کار است، فلان است، بهمدان است، هر چیزی میگن گفتم میگیرن. خدای من دانا است، از هر یک کاری من با خبر است ان شاء الله. نگو که او کیه شونه او که چی گفته است، همه بسنده برای همه ما ان شاء الله. راستی همون جوانی که ما رو سیاه کرد و هر سخنهای ناجور زد، گفتم برادر جان یک اونجا خواندگی هستی، من رو برای آینه نشسته بودم، مرا یک پرای رومم رو دیده ایستاده بود، نشناخته ایستاده بود. گفت نه. گفتم وقتی نخونده ای چرا از پیش خود سخنهای ناجور میزنی در حق من جوان؟ گفت راست میگم آخه هم بلاگرها همش همیان، همش هم یک حرام خورن و فلان و بیمدان. گفتم سلامت باشی برادر. گفتم گمانی بد حرام است، گمانی بد حرام است، در حق یک برادر تهمت نکن، تهمت از زنا بدتره. گفتمش این میگه و یا هدایتگر نیست که ما رو هدایت کنه. گفتم البته هیچ کس نگفته است که اونها هدایتگره، هدایت در دست خدای وایه. او سببی میشه یک سخنی میگه تو با همون سخن همون ان شاء الله که هدایت میابی که همون سخن خدا و رسول گفته است. یک سخن کردم راستی نشناخته است. بعد موی سرم رو گرفتم و از جا خستم. گفتم نگاه کردم که جوان رو شناخت. گفتم ما همون صدای میند داریم برادر جان. باور که آغوش گرفته است و جوان از شادی تاند گریه میکند. میگه به خدا قسم، میگه این آرزوی ما بود که یک بار با تو از نزدیک صحبت کنم. این روز چی روزی بود که در حالتی که در تو صحبت کردم بودم در نزدم نشسته ای. باور کنین برادر جانو، من خاک گرد پای شما نمیشوم. من همگی شما را دوست میدارم. شما همه برادری ما هستین. کدامت که بخواید ما با همه شما رفت آمد میکنیم. کدام خانه که دعوت میکنین البته که من خانه شما میروم. ما شاید که در نزد خدا از قدر شما از ما میلیون سال بالا باشه برادر جان. ما کسی نیستیم، ما یک بنده عاصی گناهکار هستیم. ما هم یک برادر شما هستیم و مینداری به هر یک شما که در غیب در من نبودن در حق من دعا بکنین، تعریف میکردین در نزد دوستانتان و پشتیبانی از ما میکنین. خداوند شما رو پشتیبانی کند، خداوند شما رو نگهبان باشد و انشاءالله که هر دعایی میکنه تمام این ملائکه در حقتون همه دعا را میکنه، چه دعای نیک باشد چه دعای بد. یک واقعه دیگه هم در حیاتم رخ داده بود. در یک اتوبوس نشسته بودیم، در یک گازل استغفرالله به سوی دوشنبه رفته ایستاده بودیم. اون جوانایی که در داخل اما اتوبوس نشسته بودن شناختن. با دوستش خیزده ایستاده است که نگاه کن صدای امید است، در گازل رفته ایستاده. باور کنین برادر جانا، شما در چیزی که دارین ما در همون میرویم انشاءالله که برادر جانا چگونه در نوار میبینین در حیات هم همون گونه هستم. در حیات که همه شوخی ها میکنیم، بین دوستان و برادرامون شوخی ها میکنیم، اما در نوار ما شوخی ها رو نمیکنیم. خیلی بسیار شوخی ها میکنیم در حیات. انشاءالله که همه با ما برادر هستین. انشاءالله که بسیار برادر رو خیلی دعوت میکنند، خواست کلوب است و خوجند است و پامیر است و دوشنبه و قرغن است که جایی که باشد با خواست خداوند میرویم انشاءالله. وقتی تکلیف میکنم میریم. ما دوست و برادر شما هستیم. خداوند نگهبانتون باشد. در حق ما با دعا باشین. همیشه با شما هستیم. دعا را فراموش نکنین. فی امان الله.